امروز آموزش یه نون سریع، خوشمزه و خیلی ساده رو داریم. با خرد کردن سبزیجات شروع میکنیم. فلفل دلمه سبز، قرمز، جعفری، گشنیز، پیازچه. من چند پر گوجه خشکم اضافه کردم. اگه دوست داشتید میتونید زیتون هم اضافه بکنید. حتما حواستون باشه که اینا خشک باشن. شیر ولرمو اضافه میکنیم، خمیرمایه فوریمون، آرد، شکر. حواستون باشه که نمک رو مستقیم روی خمیرمایه اضافه نکنید. بعد روغن اضافه کردم، میتونید کره اضافه کنید، من روغن زیتون اضافه کردم. یه تخم مرغ کامل و زرده یه تخم مرغ رو اضافه میکنیم، سفیدش رو اضافه میکنیم و زردش رو نگه میداریم برای رومالش. سبزیجات رو اضافه کردم، پنیر سفید رو با دستم خورد کردم اضافه کردم، خیلی ملایم این مواد رو با هم مخلوط کردم و بعد آمادهشون کردم برای بذارم داخل سینی یا هر ظرفی که میخوام بذارمش داخل فر. داخل ظرفی که میخوام بره داخل فر کاغذ روغنی انداختم، موادم رو، خمیرم رو گذاشتم داخلش. حالا با وردنه یا با دستتون که مثل من بازش کنید، با چاقو کات بزنید و بذارید نیم ساعت 40 دقیقه استراحت بکنه. بعد اینکه استراحت کرد رومال تخم مرغ میزنیم و کنجد. اگر این سبک غذاها رو دوست دارین با من همراه باشین. فرتون رو از قبل گرم بکنید، 180 درجه، حدوداً 25-30 دقیقه طول میکشه تا هم روش طلایی بشه و هم داخلش پخته بشه. خیلی سریع، خوشمزه است و مناسب لانچ باکس بچه ها و حتی عصرونه و صبحونه.